پنجم ایون سال 2022 تخمین ساعت 16:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا اشوروف پیر سال تولدش 1970 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات صفابخش نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده ظریفوف نصرت الله سال تولدش 1997 ساکن شهر کولاب برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا اشوروف و مسافرش بوقیف اودین محمد سال تولدش 1989 ساکن شهر دوشنبه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران دیگر автомашین مذکور دولتوف علیم سال تولدش 1971 ساکن نویه فرخور، نبیف بوبوجان سال تولدش 1972 ساکن نویه خوولینگ، مهدیف محمد سال تولدش 1997 ساکن شهر کولاب، روزیف اسمت الله سال تولدش 1996 ساکن نویه مشجوی کویی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اینچنین ششم ایون سال 2022 تخمینا ساعت 04:10 دقیقه راننده автомашین تمغه وز 2121 جلالوف اودینه سال تولدش 1964 نویه مشجو هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور جلالزاده سیوره سال تولدش 1996 ساکن همانجا جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده جلالوف و مسافرانش جلالوف و موصفا سال تولدش 1966 و سعیدزاده موجوده سال تولدش 1998 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. بنا به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.